سلام، به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام راجع به یه چالشی صحبت کنم که توش 75 روز وقت داریم تا یه تغییر اساسی توی زندگیمون بدیم. مدت هاست که میخواستم این چالش رو برای خودم انجام بدم، اما واقعیتش اینه که هیچ وقت احساس آمادگی نکردم توی خودم. اما الان که 4 ماه تا سال جدید مونده، تغییر اساسی توی زندگیمون بدیم که سال جدید رو با حال بهتری شروع کنیم، به نظر من فرصت مناسبیه. خودم خیلی نیاز احساس میکنم که یه مقدار به زندگیم نظم بدم، استمرار رو تمرین کنم. اینا دلایلی هستش که من میخوام این چالش رو انجام بدم. مطمئنم شما هم دلایل خودتون رو داشتین که روی این ویدیو کلیک کردین. این چالش 75 روز سخته یا 75 hard days که احتمال زیاد خیلیاتون راجع بهش شنیدید. خیلی آدمای زیادی این چالش رو انجام دادن، چه ایرانی چه خارجی. اما یه مقدار قوانین این چالش سخته و اگر من بخوام واقع گرایانه به موضوع نگاه کنم، من خودم به شخصه در خودم نمیبینم که اون قوانین رو بتونم 75 روز پیاده کنم. داشتم راجبش تحقیق میکردم، دیدم که ورژن‌های دیگه‌ای هم راجب این چالش هست. همینطور که ورژن هارد هست، ورژن سافتش هم هست، ورژن آسونترش هم هست. حالا من قوانین سختش رو اول بهتون میگم، قوانین مدل آسونش هم میگم، اما من میخوام برای خودم یک ورژن مدیوم طراحی کنم. یعنی یه بخشایی از ورژن سخت رو داره، یه بخشایی از ورژن آسونش رو داره و یه سری تغییرات میدم توش دیگه. چالش اصلی 5 تا قانون داره. شماره 1، شما باید در روز 2 تا 45 دقیقه ورزش کنید که یکیش باید بیرون از خونه باشه. مورد دوم، باید یک رژیم غذایی سالم برای خودتون انتخاب کنید بدون هیچ وعده تقلب یا همون چیت میلی برای خودتون. مورد سوم، 1 گالن روزانه آب بنوشید که حدوداً میشه 4 لیتر. مورد چهارم، باید هر روز از خودتون یک عکس پیشرفت بگیرید. و مورد پنجم و مورد آخر، یعنی باید روزانه حداقل 10 صفحه کتاب بخونید که این کتاب نمیتونه کتاب مثلا داستانی و رمان و اینها باشه. حتما باید یک کتابی باشه که به شما یه چیزی اضافه کنه، مثل کتابای توسعه فردی. یه چیزی هم که یادم رفت توی بخش رژیم بگم، الکل و اینها هم نوشیدنش ممنوعه. حالا ورژن آسون ترش میاد یه سری تغییرات میده. مثلا چی؟ 2 بار ورزش تبدیل میشه به 1 بار ورزش در روز. میزان آبی که می نوشید کمتره. رژیم غذاییتون یه مقدار راحت تره، یعنی شما میتونید 1 بار در هفته وعده چیت میل داشته باشین. عکس پیشرفت نیاز نیست بگیرین و کتابی هم که میخونید میتونه هر کتابی باشه. اینم ورژن آسونش. حالا من سعی میکنم یه عکس اینجا بذارم، میتونید تفاوت این دوتا ورژن رو اینجا ببینید. من میخوام یه ورژنی وسط این دوتا رو انتخاب کنم و یه ورژن خودم بسازم. در واقع من خودم تصمیم گرفتم که روزانه 1 بار ورزش رو داشته باشم. میزان آب، حالا چیزی که من تحقیق کردم مثل این که باید بر اساس وزن و جنسیت شما انتخاب بشه. فکر میکنم اگه سرچ بکنید میتونید به دست بیارید که روزانه چقدر باید آب بنوشید. میزان آبی که میخوام بخورم و با اون انتخاب میکنم. رژیم غذایی میخوام سعی کنم که سالم خوری داشته باشم و یک میزانی کالری شماری داشته باشم. سعی کنم کلا غذاها یکم سالمتر باشه، پروتئین تر باشه، کم چرب تر باشه. شیرینیجات رو نمیخوام حذفش کنم، برای من واقع گرایانه نیست، اما میخوام محدودش کنم به اتفاقاتی که مثلا میفته. اگر که با دوستان میخوام برم بیرون، حالا یا مثلا مناسبت خاصیه دیگه، خودم برای خودم زیاد هله هوله و اینها بی مناسبت قرار نیست بخرم. کتاب رو میخوام داشته باشم. با ورژن سخت پیش میرم، همون حداقل 10 صفحه کتاب توسعه فردی بخونم و دوست دارم عکس پیشرفت روزانه‌ام از خودم بگیرم. هرچند من یه سری عادتهای دیگه هم میخوام به خودم اضافه کنم، اما چون که
به قانون، یعنی به این چالش ربطی نداره، توی این ویدیو نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. احتمالا توی یه ولاگی باهاتون صحبت میکنم، ولی این چالش رو میخوام کاملا جدای از عادتهای دیگم نگه دارم. مورد آخر این که کلا توی این چالش ها خیلی خوبه که آدم یه دوستی داشته باشه که به همدیگه انرژی بدیم، همدیگه رو تشویق کنیم، دل سرد نشیم و این چالش رو تا آخر انجام بدیم. من توی دنیای واقعی همچین کسی رو نداشتم و تصمیم گرفتم بیام اینجا توی این ویدیو به شما بگم که اگر شما هم دوست دارین این چالش رو انجام بدین، توی کامنت ها به من بگین، به هم دیگه انرژی بدیم، همو تشویق کنیم، به هم دیگه آپدیت بدیم راجع به چالش و سعی کنیم که این چالش رو تا آخر انجام بدیم. سال جدید و پر انرژی تر شروع کنیم، با حال بهتری شروع کنیم و به ورژن بهتری از خودمون تبدیل بشیم. آخر ویدیو هم میخوام یه دونه چارت برای خودم درست کنم. میتونستم پرینت بگیرم اما ترجیح دادم که خودم اونو درست کنم. حالا از مراحلش آخر ویدیو برای شما هم میذارم. شما هم پس اگر که میخواین این چالش رو انجام بدین حتما به من بگید. هر نظری داریدم بازم برام بنویسین. حالا من سعی میکنم که از روزهای مختلف چالش ولاگ هم بگیرم براتون و همین دیگه. هر نظری دارید میشنوم. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنید. خیلی برای من با ارزشه که ویدیوها رو میبینید و به من انرژی میدین. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، بوس به کله هاتون. خدافظ.